برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام و درود به یکایک شما بینندگان عزیز. در برنامه تحلیلی دیدگاه شوکتی محمد با شما هستم. تماشابینان گرامی، موضوع امروزه ما درباره چند خبرهای دهشت آوری چند روز آخر است. مردی به ناموس دخترش تجاوز کرد. نابالغ قصد کشتن نفری کرد. زن 30 ساله 4 فرزندش را به قتل رساند. عمه و عمک به ناموس جن 4 ساله اشان تجاوز کردند. زن خود را همراه به فرزندانش به دریا انداخت و غیره و هاکذا که آخرین خبرها از قتل و تجاوز و خودکشی هاست که در چند روز آخر در رسانه ها نشر شدند. صورت افزایش این گونه حادثه ها هم دهشت آور است. اگر 10 سال قبل در چند ماه یک چنین خبری میشنیدیم، 4-5 سال قبل به 1-2 خبر در یک ماه رسید و سال گذشته به خبری در هفته. حالا روز نیست که در رسانه ها یا شبکه های اجتماعی به این مانند خبرها رسانه‌ای نشوند. به تاجیکستان چه شده است؟ حالا با اشتراک چند صاحب نظران در برنامه به این سوال جواب می جوییم. وزارت کارهای داخلی در شرح قتل 4 فرزند از طرف مادر در ناحیه کوشانیان که امروز نشر شده است می نویسد: روز 9 سپتامبر سال 2020 تخمینا ساعت 13 زن 30 ساله ساکن جماعت دهات آریان ناحیه کوشانیان در منزل استقامتیش با بیرحمی مخصوص فرزندانی 9 ساله، 8 ساله و 6 ساله و 1 ساله خود را پای در پای با راه بستن دستان و پایهایشان و در سرشان پوشانیدن سلفان بوغی کرده به هلاکت رسانیده است. قتل فرزند با دست مادر، حادثه‌ای که در زندگی بشر خیلی کم دیده شده است. اما اینجا سخن از 4 فرزند، از 4 فرزند می رود. 1 یا 2، 4 کودک. جنایتی که نظیرش در تاریخ بشریت کم دیده یا شاید اصلا دیده نشده است که یک مادر به یک بارگی 4 فرزندش را با دستان خودش بوغی کرده کشد. ببینید، یک مادر باید تا کدام سطح افسردگی و وحشیگری برسد که قادری چنین درندگی شود. این هم در حال است که طبق گفته نزدیکان و همسایگان این زن، این زنک هیچ بیماری روانی نداشته است. دیوانه کی نبوده است، به عقل کی نبوده است. این را مانید. چند روز قبل مراجعت یک پیرمرد از ناحیه ترسونزاده نشر شد. اگر درک داشته باشید، می گفت نبیره 4 ساله اش را عمک و عمه اش تجاوز کردند. 4 ساله کودک را بیگانه نه، عمک و عمه تجاوز کردند. تجاوز به ناموس کودک 4 ساله اگر دهشت است، وقت این کار را عمک و عمه او انجام میدهند، این را چی می شود نامید؟ دهشت بزرگتر از این تجاوزها این است که مقامات تفتیشاتی و انتظامی و دادگاهی با گرفتن رشوه کوشش میکنند جنایتکاران را از جوابگری آزاد کنند. این پیرمرد جگر سوخته که اشک از چشمانش جاری شده است میگوید بیش از 1 ماه است که به تمام نهادها مراجعت کرده است، اما کسی به داد خانواده قشاق او نمیرسد. خانه تجاوزگران خانه اشان را فروخته مقامات را خریده اند و جنایتکاران در آزادی قرار دارند. همین روزی عید
نوارم بردگی بود. روزی یکم ویا امش کتی امکش تجاوز کردگی بود. از شما من مراجعت میکنم که یردم تیتان من ریگر با من 36 روز شد یگان کس یگان کار یگان نتیجه نیست. من چیکار کنم؟ من کمبغل ویا پول داد من پول داده ویا همه جا را محکم کرده خانه‌ش فروخته با دخترش بچه‌ش و چی کرده دیوانه برآورده. انا به همین حادثه مانند چند قبل در ناحیه حصار هم رخ داد که مقامات دادستانی و پلیس این منطقه تا آخرین لحظه از جنایتکار حمایت کردند و حتی به والدان جبر دیده تهدید نمودند. تنها راه یافتن این فسادکاری مقامات به رسانه‌ها گاه حق را به حقداد می‌رساند، اما بعضا حتی سر و صداها در مطبوعات و شبکه‌ها نیز نمی‌تواند پینکی منصبداران رشوه‌خوار را ویران کند. اگر پیرمرد ریگری نیز به مردم توسط شبکه‌های اجتماعی مراجعت نمی‌کرد، در گمان است که روز محکومیت تجاوزگران جگربندش را می‌دید. حالا صدای او توسط شبکه‌ها و رسانه‌ها تا مجلس ملی رسیده و امروز در آن بررسی شده است. اما این همه بلا از کجا به سر مردم تاجیک آمد؟ سبب رو به وحشانیت آوردن قشر از مردم چیست و از کجا منشأ میگیرد؟ به این سوال جواب را از ظفر صوفی شاعر و کارشناس تاجیک میشنویم. به طور کلی بگویم سه عامل اصلی یعنی عامل اجتماعی، اقتصادی و انسانی در این گونه حادثه ها کلیدی یا که اثرگذارترین هستند. البته هر حادثه را باید به طور جداگانه ریشه یابی کرد که شاید در هر کدام از این گونه حادثه ها یکی از این عامل ها اساسی باشد و نقش اصلی داشته باشد. در جامعه ما متاسفانه مشکلات اجتماعی و اقتصادی به طور روزافزون در حال بیشتر شدن است، یعنی روز از روز دارد وضع بدتر می شود. شاید پایین ترین معاش در بین کشورهای منطقه در کشور ما موجود باشد و این در حال است که بالاترین نرخ برای محصولات نیاز اولیه در تاجیکستان است، یعنی گرانترین آرد، گرانترین روغن، گرانترین شکر، گرانترین گوشت را شهروندان کشور ما خریداری میکنند. برخوردی کاملا تحقیرآمیز از سوی مقامات و کارمندان نهادهای حکومتی با مردم فشار اجتماعی و روانی را همه روزه دارد بیشتر میکند. انسان برای آنها هیچ ارزش ندارد، یعنی آنها برای انسان هیچ ارزش قائل نیستند. اما این به آن معنی نیست که هر انسان برای خودش ارزش قائل نباشد و راه‌های اعتراض و نارضایی را جستجو نکند. البته چنین نیست. وقتی راه‌های اعتراض و نارضایی نسبت نابرابری، بی‌عدالتی و تحقیر و توهین، فشار و تهمت بسته می شود، روان انسان خود به خود و شاید حتی در حد غریزه دنبال جستن راه‌ها برای آشکار کردن این اعتراض و نارضایی می شود. من برای نظرم که شاید بیش از 90% خودکشی ها بیشتر اعتراض به وضع بد اجتماعی و اقتصادی در کشور است. یعنی مسئول مرگ این همه حکومت تاجیکستان است، زیرا نتوانسته برای مردم امنیت روانی، شرایط مناسب اجتماعی و اقتصادی فراهم بسازد. همینجا یک نکته مهم دیگه هم میخوام ذکر کنم که شاید آن را در عموم عامل روانی فرهنگی گفت. متاسفانه آنهایی که
خب از راه خودکشی میخواهند اعتراض و نارضایی خود را بیان کنند، به فرهنگی مطیع بودن، غلاموار فرمان بردان بودن عادت کردن، به این چیز ساختند. آنها در خودکشی راه حل را میجویند، اما خودکشی راه حل مشکلات نبوده و نیست. باید عامل یا عاملان پدید آمدن مشکلات را شناسایی کرد، پیدا کرد و باید دنبال این که آنها مجازات شوند. خودکشی شاید یک نوعی مجازات خود به علت عاجزی روانی باشد. مثلا طرف به نشان اعتراض به ظلم یا بی‌عدالتی یا فریبگری یک رئیس، یک مدیر میرود نزد اداره دولتی یا که یک بانک، خودش آتش میزند، نمیدونم در خودش کارد میزند، در اصل خودکشی میکند. خب من نمیفهمم، آخر وقتی این بنده خدا به پایان خط رسیدی، چرا باید که خودت مجازات کنی؟ چرا آن رئیس مجازات نشود؟ تو عاجزانه دست به خودکشی میزنی، پس چی؟ چرا تو باید بمیری و اون نامرد زندگی کند و باز ده ها و شاید صدها نفر مثل تو را فریب دهد، نسبتشون بی‌عدالتی کنند، نسبتشون ظلم کنند؟ راه که این نیست. من فکر نمی کنم که با خودکشی بشود عدالت اجتماعی را برقرار کرد، یا مثلا اون طرف به مجازات ماند، دیگه بیاد گفت که خیر فلان خودکشی کرده، دیگه اون فریبگری و ظلم را به پایان برسان. نه، چنین نیست. باید اون مجازات شد، اونه که این زمینه خودکشی را به وجود آورده. تیمور ورقی، شاعر و روزنامه‌نگار میگوید خودکشی عاقبت پرمیده ظلم است. فضای تاجیکستان فضای ظلم، فضای بی‌هوا، بی امید است. مردم از ناامیدی خود را میکشد. тоҷикистони мо даврони 29-солаи раҳмонов то ҳол шабеҳи киштие аст ки аз сӯи пиратҳо ва авбошҳо ғасб шудааст. кишвари мо мутаассифона то ҳол аз як дастаи авбошону дуздон ба давлат табдил наёфтааст. то ҳол мисли ки дар солҳои 90 буд, калашников довар аст. то ҳол қонун вуҷуд надорад ё фақат дар рӯи коғаз вуҷуд дорад. то ҳол суд надорем, говсуд дорем. модоме ки қонун, тартиб, сохти ҳуқуқбунёд вуҷуд надоранд ва ҳамеша автоматдор, вазифадор, пулдор, пагондор, тағодор ҳақ аст, дар ҷомеа зулм, хушунат, куштор, бетартибӣ, худкушӣ ва таҷовуз авҷ мегирад. зулм болои зулм, таҷовуз болои таҷовуз, хушунат болои хушунат. дар чунин фазо ва дар чунин система қонуни ҷангалу ғор ҳукмронӣ мекунад. яъне одамхӯрӣ аз боло то поён. ана ин сохти ҳуқуқбунёде ки эмомалӣ раҳмонов асосгузораш аст. яъне миллати қадим дар зери сарвари авбошо ва пиратҳо дар як муҳлати кӯтоҳ ба як қавми ваҳшӣ табдил шуд ки дар он на қонун ҳаст, на давлат, ва ҳам қонун ва ҳам давлат фақат дар рӯи коғаз аст. ҳамаш фейк аст, ба ғайр аз зулм ва хушунат. ва худкушӣ оқибати пирамидаи зулм аст. фазои тоҷикистон фазои золимист, фазои беҳаво, беумед. мардум аз ноумидӣ худро мекушанд. бештар занҳо сатҳи охирони зулм аст. занҳои серфарзанд ва бешавҳар. яъне раҳмонов ватанро таҷовуз кард, чун қурбонии асосии сиёсати ӯ модари тоҷик аст.
امروز طبق گزارش خبرگزاری خاور در مجلس ملی پس از گزارش راهبران و شخصان مسئول مقامات حفظ حقوق رستم امامعلی رئیس مجلس ملی به آنها از جمله به پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان سپارش داد که تجربه تفتیشات سودی پرونده های جنایتی را به مقابل آزادی، آبرو و اعتبار شخصیت، اخلاق، آزادی جنسی و دخل‌ناپذیری جنسی نسبت به خردسالان و نابالغان که در ماده های 138 142 کادکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده‌اند مورد تحلیل قرار داده سبب و عامل های صادرشوی چنین جنایت ها را معین نموده جهتی در آینده پیشگیری نمودن صادرشوی آنها یک جا با دیگر مقامات دخلدار چاره های قطعی اندیشند. بسیار خوب. البته این گونه سپارش ها می توانند اجرا شوند، می توانند فراموش گردند. به خصوص سپارش تحلیلی ماده های یک قانون به دادستانی کل. ولی چی باید کرد؟ سلامت جامعه را باید تامین کرد. فقط در یک جامعه بیمار شاید قابل تصور باشد که به این حد شمار خودکشی زیاد است و آن هم خودکشی با این گونه دهشت. صبورترین، مهربانترین، مشفقترین خلاص انسانی که دارای بهترین اخلاق بشر باشد این مادرها هستند. بیهوده نیست که مادرها را به فرشته مانند میکنند. حالا آیا قابل تصور است که مادر این سمبل رحم، این والاترین نشانی شفقت و مهربانی بیاید فرزندان خود را بکشد یا همراه خودش به رودخانه اندازد؟ برای هر یک چنین فاجعه من فکر میکنم حکومت کشور و شخصی اول آن گناهکارن، جوابگویان، مسئولن، باید روزی جواب پس بدهند. البته شاید پشتیبان‌های حکومت ادعا بکنن که نه این خودکشی مردم یا مثلا شهروندا یک عامل خانوادگی دارد یا مثلا عامل روانی دارد. خب اگر نیازهای مردم درست تامین بشود، اگر وضع اقتصادی خوب می بود، اگر درست برنامه ریزی می شد، درست مدیریت می شد، مطمئنا شمار خودکشی کمتر بود. حداقل این گونه حوادث دهشت انگیز که مادر خود فرزندای خودش رو بکشد کمتر، فکر میکنم کمتر بود. باید برای مردم زمینه زندگی انسانوار را فراهم ساخت. باید جایهای کاری ایجاد کرد. باید مهاجرت کاری را به حد اقل رساند تا همسرها با هم باشند، فرزندها از پدرهای خود و گاه هم از مادرهای خود جدا نباشند. امنیت و ثبات واقعی را در جامعه باید تأمین کرد. این عملهای یتیم و دمروکش که مردم میخوان به ترسانند گویا برای امنیت و ثبات جامعه، این یک چیز ساخته است، هیچ ربطی به امنیت و ثبات اجتماعی ندارد. اینا میخوان جامعه مردم رو بترسن و ترس در جامعه حکمران کنند که این در اصل خود زاینده خلا است. این چیز آینده خلا را به وجود میاد. خب عامل اصلی رشد و پیشرفت انسان ها پیش از همه آزادی است. باید آزادی انسان ها تامین شود. سخن کوتاه اگر بگویم، کارهای باید انجام گیرد که متاسفانه حکومت کشور یا توان انجام دادن آن را ندارد یا که در خلاف آنچه باید انجام بدهد دارد عمل میکند. با این حساب تا زمانی که یک حکومت خودکامه، خانوادگی و سرکوبگر در تاجیکستان در سر قدرت باشد، مشکلات ظهور اعتراض و نارضایی در شکل خودکشی همچنان باقی خواهد ماند.
اینجا آقای ظفر صوفی بسیار خوب قید کردند، اما متاسفانه حکومت کشور یا توانی انجام اینها را ندارد و یا کاملا خلاف آنچه باید انجام دهد عمل میکند. با این حساب تا زمان یک حکومت خودکامه و سرکوبگر در کشور سر قدرت باشد، مشکلات ظهوری اعتراض و نارضایی در شکل خودکشی همچنان باقی خواهد ماند. در همین حال واکنش مردم هم به این نمود خبرها با سرعت رو به تغییر است. تاریخ را یادآور می شویم. سال 1991 تجاوز پدر به ناموس دخترانش صدها نفر را به خیابان برآورده بود. هنوز همگی 10 سال قبل مردم از چنین خبر به دهشت می آمد، اما حالا به این گونه خبرها مردم چون یک خبری عادی نظر می کند. تاجیکستان به کجا می رود؟ ما داریم به کجا می رویم؟ تماشابینان گرامی، خواهش می کنم نظر خود را در زیر این نوار در شبکه یوتیوبی ما و یا توسط پیام فرستک های واتساپ، ایما و تلگرام بر رقم 49 15 16 46 15 947 نویسید. اینجا نهایتی برنامه امروزی ماست. با امید دیدار در هفته دیگر با شما خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. با آگاهی مردم شریف تاجیکستان با برابر فرارسی 29مین سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان، شبکه نوین ماهواره‌ای ت+ به کار آغاز می‌کند. برنامه‌ها با زبان‌های تاجیکی و روسی پخش خواهند شد. شما می توانید آن را از ماهواره ایتلسات 7B در موقعیت 7 درجه شرقی بر روی بسامد 11262 گیگاهرتز، سرعت نشانی 27500، قطبش افقی FEC 5.6 تماشا کنید. ماهواره ایتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، بسامد 11262، سرعت نشانی 27500، قطبش FEC 5.6.